Volbos Varshi Kabut Zikriyev از صاحب میدان حریف اون کس حریف اون کس از سومونیوم به هر پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 50 سومونی از حساب پهلوان شناخته غازیف سید نوزف از خواجگی حاجی امیر 100 سومونی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. احسن برای همت والای اکو سید نوزف. هلو پهلوان ذکریف حالی بامدن بیا اینجا بره رکه بیره پهلوان وزنی شما رو هم بره رکه بیره پهلوان از منطقه سین آماده گشتینگیری هم حریف خود را انتظارم ذکریف قنزنه بینه خود بازمایی کنم برد پهلوان رو دسترس کنید. در حالتی که حریف پیدا نشد پهلوان برد خود را میگیرد. دوبار پهلوان هم معرفی کنید. پهلوان از منطقه سیم از دهه راق آماده گشتینگیری هم همراه اسماعیل حسن دو پهلوان جوان یک دست گشتین گیرن. انا بختوار حریف امینوف از ناحیه جبار رسولوف به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 100 سومونی. های تو گفته ما بی؟ پهلوان گشتینگی کمربندی مهمان از ناحیه جبار رسولوف دست بالا شدن. احسن برای گشتینگی زیبایتان خوش آمدید. گشتینگ کمربندی بختاور پهلوان از صاحبه میدان حریف اون کس از منطقه سیم از دهه راه به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 150 سومونی. پهلوانو برای فاقده پهلوان التماس برای فاقده حضور پهلوان بسیار در نوروزی با شما حضور دارم خواهش گشتینگیری دارم. حسابیده نمیشه. نما گفتن اماند که بختاور پهلوان به حد گشتینگی زیبا میگیرن. نه واسه از آن که سنی سال جوانیشون رفتن باز وارد میدان میشدن. چند ساله؟ حسابیده نمیشه. پهلوان ها همشون از ورزش دور شده ایستادن. خدا خواهد یک گروه جوانان تصمیم گرفتند که همین سال 2023 یک تالار ورزشی می شود. از سال آینده خدا خواهد همه پهلوانان خواجگی زرافشان مهارت خوب گشتینگیری خود را نشان میدهند. البته همین شب گذشته یکی از جوان مردان شناخته دیار ما و شما برای گلیم گشتینگیری یعنی مترس به مبلغ 10,000 سومانی 50 پر مترس مبلغش دادن. بچه ها خریداری کردن. من بعد از نوروزی آینده برای زل ورزشی البته این پرابلم از بین رفتگی از حساب داور به هر پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. یک بردی بعد قبلی سرتن مغلوب. کسی که در
پهلوان التماس با گفت داور گوش اندازید. از حساب مخلصان بختاور پهلوان در حالتی که بختاور پهلوان دست بالاش هم با 100 سامانه دیگر از حساب کوزاد و بختاور تحفه کرده میشد. پهلوان دم میگیرند یا قوازمایی دام میدهند. پهلوان دست یخرون حرکت کنید. ها بختورا پلیسا دیگه خیلی اوکی یا کسی نسیم پهلوان از صاحبه میدان حلال بود. دلشاد پهلوان از دهه رو هر دین پهلوان هم کسبن هم مرحمت. در حالتی که برای نوروزی شما خواهش کنید ما خواهش ما رو بجا میاریم. تحصیل کوزاد جمع 200 سامانی باز 150 200 سامانی دیگر از حساب صاحبه از حساب خزینه نوروزی 400 سامانی جمع مبلغ تحفه نوروزی خود را اشغال کنید. پهلوان التماس پهلوان آداب همین مهمانی رو بجا بیارد. آداب پهلوانی را از طرف راست دوار پهلوان از ناحیه جبار رسولوف حریف آن کس از مرزف از صاحبه میدان. مهمانو التماس مهمانو التماس همه آداب دو پهلوان وارد میدان شد. یک کس دست بالا نشود. دوباره میدان بعد از همین دست عوض کرده میشوند. دوباره زیمه میگیرند نور شکرالله. پهلوان از ناحیه جبار رسولوف دست بالا شدن. برد پهلوان 100 سامانی برد پهلوان دسترس کنید. پهلوان دومی توزیکی پهلوان توشف از منطقه سیوم آماده گشتنگیری جوان پهلوان حریف خود را انتظارند. مرحمت. توشف از منطقه سیوم از دهه رو آماده گشتنگیری مرحمت. و باز از حساب خزینه نوروزی 100 سامانی دیگر جمع 200 سامانی تحفه برای هر دی پهلوانان. پهلوانی که با توشف خواهش گشتنگیری دارند از صاحبه میدان میرزایف سنجر. گفتن آمد که پهلوان توشف از جمهوری ازبکستان از گشتنگ تاجیکی جای یکم رو اشغال کردن. احسن برای حرکت. از نام حاجی ظریف توشف برای پهلوان توشف باز 50 سامان دیگه همراه کرده شد. هر دوشان آماده گشتنگیری هستند. اینکه بس کی؟ شمرای؟ پهلوان نوبتی همراه از صاحبه میدان آماده گشتنگیری هستند. برد پهلوان ها از حساب خزینه نوروزی 100 سامانه. سری آینده دارد. برای گشتنگی نسیم پهلوان دلشاد پهلوان باز 50 سامان دیگر از حساب ابوبکر موقف ابوبکر مرزا موقف برای برد هر دی پهلوان با 50 سامانی دیگر جمع کرده شد. حریف تاش و صاحبه میدان همراه خورشید. نگفته نماند که خورشید پهلوان هم بسیار جوانی
جسور چالوک است از چندین نهاریگاه دست بالا شده است، چمپیون ولایت سرخ شده است. بعد پهلوان برای گشتینگیری وزنه گشتینگ کمربندی مرحمت. پهلوان با لباس ورزشی سرخ حریف خود را انتظارند. Уже спокойно. تو آخر برام پیام کرد دست اگردش کپ دست راستا ده دقیقه وقتی جوش کنی تمامه بری حسابیده نمیشد. فرد پهلوان دم داده میشود. نسیم پهلوان با دلشور پهلوان آماده گشتینگیری اند. از حساب خزینه نوروزی 100 سامانی، از حساب مخلصانشون 50 سامانی، جمع 150 سامانی مکافات است. از نام عبدالحاشم برای دلشاد و نسیم با 100 سامانی دیگه همراه کرده شد. گشتینگیری بچه از حساب سعدالله عبیدالله با خزینه نوروزی 100 سامانی دیگر همراه کرده شد. احسن برای همت بالا همه پهلوانان، همه مخلصانی که امروز در اینجا حضور دارند و سخاوتمندانی که در نوروزی ما سهم گذارند. هر دوی پهلوان هم برادر بودند هم همکار. التماس میکنم پهلوانان به مصلحت خوب آزمایی میکنید. در حالتی که غالب نمی‌بینید هر دوتون به مکافات از میدان خارج کرده میشید. حرکت کنید. گام نزید وقت گشتی هانی سیما کنی پو پهلوانان حرکت کنید. خالی جورا شخصان سخاوتمندی که در نوروزی ما و شما سهم گذارند: میر محمد اسرارov، جهانگیربek زکریایف، جانیبek رحیمov، ملک دولت امینov، ساقی محمد خلیفه‌یov، ندیرov هلال‌الدین. از طرف داور برد پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. ندیرov هلال‌الدین باید بردگاه برای آنخه افرسان سامونان میتیا پهلوان حرکت کنید. شابیده نمیشون دستی آخران تانده قلتن سر نزی اینا یه سنتی پیچه چورتی پیچه انمخی پهلوان حرکت کنید. وزنه مرحمت وارد میدان شد. زرای تا کسی نقارتد خلاص پلاس نیسته هیچ خیلی داور میگن که تا حلال نزنه حساب نه. پهلوان نسیم پهلوان به فکرم در حیاتشون دویم بار یا یکم بار خوب آزمایی میکنه. دست آخران داره. من این دفعه تماما جای بحث نیست. حتی پهلوان امروزیان از مغلوب شدگی شد. سلامت باشه. پهلوان وزنه مرحمت. در حالتی که پهلوانان نیستن برند پهلوانی جوان یک دست گشتی که توجیه گیرند. پهلوان همراه از طرف راست داور حریف شما کسی معرف از جا میشم هنارف حریف همراه
از خارجگی حاجی امیر و هر دو پهلوان برای کشتیگیری برد پهلوانو 50 سامانی. همراه فهمیده که از پهلوانای جوان دیهت شرقان است که روزهای گذشته از خارجگی حاجی از خارجگی سامانیان 5-6 دست کشتی گرفتن، همه حریف خود را مغلوب نمودند. اونی همراه نیو برای خودش بولیوت به دست آورد.